بازی دو سرباخت اصلاح طلبان با پزشکیان. پس از آنکه اپوزیسیون ایرانی نتوانستند در هنگامه جنبش زن زندگی آزادی از اختلافات و چند دستگی عبور کنند، خیال سران جمهوری اسلامی را بابت براندازی راحت کردند. بسیاری از ناظران سیاسی از رو کردن دوباره شانس به اصلاح طلبان جهت مدیریت و رهبری اعتراضات صحبت کردند. شانسی که میتوانست در همراهی با مردم معترض ایران جهت بایکوت هسته سخت حکومت بیشتر تقویت شود. یکی از نشانه‌های چنین همراهی هم تحریم رسمی آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی از جانب محمد خاتمی و اصلاح طلبان بود. اما پس از سقوط مشکوک بالگرد رئیسی و کشته شدنش، اصلاح طلبان دوباره به تنظیمات کارخانه برگشته و ندای شرکت در انتخابات سر دادند. اصلاح طلبان با کاندیدا کردن اسحاق جهانگیری به عنوان نامزد اصلی و چند نامزد پوششی مانند مسعود پزشکیان وارد انتخابات شدند. اما شورای نگهبان با رد صلاحیت نامزد اصلی آنها تنها اجازه ورود مسعود پزشکیان را صادر کرد. حالا اصلاح طلبان خود را در برابر عمل انجام شده‌ای دیدند که آنها را مجبور به حمایت از ضعیف‌ترین کاندیدای پوششی و غیر تشکیلاتیشان می‌کرد. راهی بود که رفته بودند و بازگشتی در کار نبود. کاندیداهای تهیه شده به گونه‌ای چیده شده بود که اصلاح طلبان بیشتر به فعالیت در انتخابات تحریک می‌شوند. از ترفندهای گوناگون جهت راضی کردن مردم برای شرکت در انتخابات استفاده می‌کنند. حتی دست به دامن موسوی و تاجزاده می شوند، اما موفق نمی شوند. در نهایت انتخابات را در 2 مرحله با مشارکت واقعی 15 تا 20% می برند. اما آیا برنده این انتخابات اصلاح طلبان بودند؟ بیگمان نه. برنده اصلی طراحان مهندسی انتخابات نظام بودند. اما چگونه؟ پس از جنبش ژینا، وجهه بین المللی جمهوری اسلامی بیش از پیش رنگ باخت. به همین دلیل دستگاه رهبری در ایران سعی بر ترمیم آن دارد. یکی از راه‌های نمود چنین امری روی کار آوردن فردی است با داشتن پایگاه رأی مشخص و داشتن حداقل پشتیبانی تا در مذاکرات با غرب به عنوان حکومتی مشروع آن را ارائه دهد. اما علی خامنه‌ای به راحتی تن به قبول چنین کسی نمی‌دهد. به ویژه با آمدن احتمالی دوباره ترامپ، سران جمهوری اسلامی می‌دانند روزهای بسیار سختی را در میان کشورهای غربی در پیش رو دارند. خامنه‌ای و تیمش در بیتش تصمیم می‌گیرند زمام امور را پیش از آمدن ترامپ به فرد دیگر خارج از حلقه اول نظیر به خود بسپارد، حتی اگر به قیمت کشته شدن رئیسی تمام شود. اما چرا؟ جبهه پایداری و اصولگرایان تنها گروه اصلی حامی 100% وی محسوب می شوند. او می داند که هر گونه خطای سیاسی آنها به پای او نوشته می شود. به ویژه در مورد مناقشه با آمریکا به دلایل ایدئولوژیک دوست ندارد مصالحه با آمریکا به نام او نوشته شود. پس محتمل ترین و کم هزینه ترین گزینه اصلاح طلبانند. اما کدام اصلاح طلب؟ اصلاح طلبی که تعلق و تعهد تشکیلاتی نداشته باشد. به راحتی بتوان اوامر بر وی جاری شود. ایده و گفتمان مشخصی نداشته باشد. کلیگویی و سپردن کار به کاردان لغلقی زبانش باشد. چیزی که پزشکیان در ابتدای راه آن را ثابت کرد. کنفرانس مطبوعاتی از پیش اعلام شدهش را با کوچکترین اشاره خامنه‌ای لغو کرد تا به حضور شرفیاب شود. اما پزشکیان تنها دکور فنداسیون مهندسی شده است. شخص اصلی اجرای این پروژه دیپلمات ایدئولوژیک و امنیتی است که مقبول و امین آقاست. جواد ظریف اوست که مسئول اجرایی کردن سیاست‌های نظام در دولت پزشکیان است. او نیز تعلق تشکیلاتی به اصلاح طلبان ندارد. عامل نفوذ نظام در اصلاح طلبان است. لابیگری با غرب و روتوش نظام را در نظام بین الملل خوب بلد است. مسئول تشکیل کابینه هم شده است.
نظر غالب اصلاح طلبان بر این است که این بار با ورود دوباره به ساختار نظام قصد بیرون آمدن نداریم و طوری عمل نخواهیم کرد که از نظام رانده شویم. اما آنها نباید فراموش کنند که حتی با اعتصاب رئیس‌سازی نظام تفاوتی 2 میلیونی با جلیلی دارند. رأس نظام جلیلی 14 میلیونی را بیخ گوششان گذاشته تا مبادا فکر اسب تراوا بودن بر سر داشته باشند. واقعیت این است که اصلاح طلبان در این انتخابات هیچ کدام از خواسته های اکثریت معترض را نمایندگی نکردند. فارغ از اینکه چنین ادعایی با 20% مشارکت شوخی بیش نیست. در برنامه‌های انتخاباتی و مناظرات نیز اثری از آن نبود. یکی از نمودهایش خواسته رد حجاب اجباری است که پزشکیان نه تنها به آن اشاره نمی‌کند بلکه چندین بار تاکید کرد تفاوت من با جلیلی در خشونت است. یعنی او هم مثل جلیلی خواستار حجاب اجباری است، اما نه با خشونت بلکه با برنامه‌ای تربیتی. اصلاح طلبان نمی‌توانند نماینده اکثریت معترض در ایران باشند، زیرا مگر ممکن است سال 1401 جنبشی اعتراضی ماه‌ها در مملکت جریان داشته باشد و بیش از 1500 نفر جان باخته داشته باشد اما در مناظرات بحثی از آن نباشد؟ مگر ممکن است صدها نفر از معترضان در زندان باشند و در برنامه‌های انتخاباتی بحثی از آن در میان نباشد؟ مگر ممکن است نگاه معترضین دست کشیدن از شرق و رد ماجراجویی در فلسطین و لبنان و خواست مصالحه با غرب باشد و درست برعکسش عمل کنی و فردای پیروزی پیام پشتیبانی ارسال کنی؟ مگر می شود مردمی که زیر بار فشار اقتصادی صدای خرد شدنشان را میشنوند برنامه‌ای مشخص جهت رفع آن نداشته باشی؟ چون حسی که به نسل من منتقل شده اینه که شما از منصب قدرت جا ماندید و الان دوباره به ما نیاز دارید که شما رو برگردونیم به اون منصب. رفراندوم هم برگزار شد. 60% مردم گفتن نه به نظام سیاسی موجود، به ساختار سیاسی موجود. این ممکنها و غیر ممکنها و بیشتر از آن نیز نشان می‌دهد اصلاح طلبان در قماری که کردند از پیش بازندند. آنها پا به بازی دو سرباخت گذاشتند. از سوی اندک کورسوی ترمیم روابطشان با جامعه معترض را از بین بردند و از سوی دیگر نیز آنها در بازی سهیم شدند که اصل نظام قواعدش را تعریف کرده است، نه آنها، و این تکرار کمیک تاریخ برای آنهاست.